درود بر شما دوستان عزیز و همراهان همیشگی کانال کوداسان. خوش اومدید به یک ویدیو دیگر از سری ویدیوهای دوره 0 تا 3 داوینچی ریزالو استودیو. دوستان عزیز، ما در ویدیو صفحه میدیا که فکر کنم ویدیو ششم بود یک اشاره کوتاهی به اسمارت بین کردیم، اما از اونجایی که این قابلیت بسیار مهمه و میتونه در مدیریت فایل ها خیلی بهتون کمک کنه، تصمیم گرفتم که این ویدیو رو بسازم و به طور کامل توضیح بدم که اسمارت بین چی هست، چطور کار میکنه و چطوری میتونیم برای سرعت بخشیدن به ویرایش هاتون از اسمارت بین استفاده کنید. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. اما قبل از اینی که ویدیو امروز رو شروع کنیم، دوستان عزیز، همراهان گرامی کوداسان، لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کانال کوداسان رو حتما سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو حتما بزنید تا از ویدیوهای جدید کانال کوداسان با خبر بشید. بریم سراغ ویدیو امروز. خب دوستان عزیز، من وارد داوینچی ریزالو شدم و پروژه خودمون رو، یعنی مای نیو پروژکت رو باز کردم. دوستان عزیز، اسمارت بین چی هست؟ اسمارت بین یا سطل هوشمند و یا به عبارتی پوشه های هوشمند در داوینچی ریزالو یک ویژگی قدرتمند برای مدیریت رسانه ها و یا به عبارتی فوتج ها در داوینچی ریزالو هستش که به ما این امکان رو میده که فایل های خودمون رو بر اساس معیارهای مشخصی مثل نام، نوع فایل، رزولوشن و یا فریم ریت و موارد دیگری که در متاداتا هستن دسته‌بندی کنیم. برای مثال من اینجا دوستان عزیز یک پوشه دارم به نام کلیپس. اینو که باز میکنم، ببینید دوستان، من در این پوشه مقدار زیادی کلیپ دارم که تقریبا 60-70 تا کلیپ هستن. من از این مقدار کلیپی که در این پوشه دارم به تعداد خاصی احتیاج دارم. حالا من میخوام این کل کلیپ ها رو وارد میدیا پول خودم کنم به این شکل و دو نات چنج رو میزنم. ببینید دوستان، من الان در حالت لیست ویو هستم و تمام متاداتا مربوط به کلیپ های من رو اینجا میبینید، مثل رزولوشن، فریم ریت، پروکسی داره یا نداره و بیت دپ و یا فریمز و غیره. حالا دوستان عزیز، اینجا اگر دقت کنید کلیپ های من دارای فریم ریت متفاوتی هستند. مثلا من فریم ریت 29/970 25 30 و 23 رو دارم داخل این کلیپ های خودم. حالا من اگر بخوام که فقط کلیپ هایی که فریم ریت 25 رو دارن از این همه کلیپ جدا کنم، من دو راه دارم دوستان عزیز. ببینید، من در پوشه مسترم میام راست کلیک میکنم، نیو بین میزنم و اینجا یک پوشه تعریف میکنم که این کلیپ هایی که فریم ریت 25 رو دارن از این همه کلیپ جدا کنم و داخل این پوشه قرار بدم. حالا مثلا من اسم این بین یا پوشه خودم رو میخوام بذارم فریم ریت 25، یعنی کلیپ هایی که فریم ریت 25 رو دارن درون این پوشه قرار میدم. FPS مثلا 25. حالا من این پوشه رو اینجا ساختم. من روش اولی که بتونم این کلیپ ها رو جدا کنم، باید تک تک کلیپ هایی که درون این پوشه من هستن رو پیدا کنم. مثلا این کلیپ من که فریم ریتش 25 هستش، از اینجا بگیرم، دراگ اند دراپ کنم، داخل پوشه FPS رها کنم به این شکل و به همین شکل تمام کلیپ هایی که این فریم ریت 25 رو دارند رو به همین شکل بگیرم و داخل پوشه مربوطه رها کنم و در اونجا کپی میشن، مثل این کلیپی که الان کپی کردیم. حالا دوستان عزیز، شاید من 200-300 تا کلیپ داشتم، این روش خیلی زمان بر خواهد بود، اما اسمارت بین میاد کار من رو اینجا خیلی راحت میکنه. چطوری؟ ببین دوستان، من اینو الان از اینجا حذف کنم و میام در قسمت اسمارت بین که پایین مستر قرار داره. اگر هم اینو اینجا نمیبینید دوستان عزیز، سمت راست قسمت میدیا پول 3 تا نقطه هستش، این رو بزنید. همونطوری که در ویدیو قبلی هم اینو توضیح داده بودیم و در اینجا یک گزینه میبینید که نوشته شو اسمارت بین. تیک این گزینه رو بزنید تا این قسمت اسمارت بین اینجا برای شما نمایش داده بشه.
من اینجا راست کلیک میکنم دوستان عزیز در همین محوطه اسمارت بین، راست کلیک میکنم و اد اسمارت بین رو میزنم. وقتی که اد اسمارت بین رو بزنم یک پنجره برای من باز میشه به نام کرییت اسمارت بین. مورد اول اسم اسمارت بین هستش. من اینجا اسمشو مثل همون پوشه‌ای که درون مستر ساختیم و به خاطر اینکه مشخص بشه که این پوشه من شامل چه مواردی هستش رو میخوام بذارم FPS 25. دوستان عزیز این نامگذاری سلیقه‌ای هستش و اصلا اجباری نیست که به این شکل اسمارت بین های خودتون رو نامگذاری کنید. جوری نامگذاری کنید که وقتی که اسمارت بین رو میبینید خودتون بدونید که درون این اسمارت بین شما چه کلیپ هایی وجود داره. برای راحتی کار من اسمشو FPS 25 میذارم. مورد بعدی که هستش دوستان عزیز نوشته match all of the following rules، یا به عبارتی با تمام نقشه ها یا رول هایی که من پایین تعریف میکنم مطابقت داشته باشه. و اینجا هم میبینیم دوستان عزیز دو تا گزینه داریم. من اینو اگر کلیک کنم یا آل همه و یا اینی یا هر کدوم از این نقشه هایی که من پایین تعریف میکنم. حالا من روی آل میذارم و این قسمت پایینی که میبینید 4 تا مورد داره. این یکی از روله ها یا نقشه های اسمارت بین من هستش که اگر من این تیک رو بردارم این نقشه یا این رول غیر فعال میشه. حالا من تیکش رو میذارم. مورد اولی که اینجا ما میبینیم میدیا پول پروپرتیز هستش یا به عبارتی ویژگی های میدیا پول. من اگر روی این کلیک کنم مواردی که به من میده مربوط به متاداتای کلیپ های من هستش. متاداتا هم همونجوری که در ویدیوهای قبلی بررسی کردیم مواردی هستن که در لیست ویو من قسمت بالا من به اونها دسترسی دارم و موارد خیلی زیادی هستن که مربوط به متاداتای کلیپ های من هستن و در اینجا یک سری از متاداتا رو آورده مثل شات اند سین که همون سکانس اینا هستن و کامera اودیو و غیره. یک سری از متاداتا رو داده بهم اینجا. حالا من گزینه دوم یا به عبارتی متاداتا کلیپ دیتیلز رو انتخاب میکنم و مورد دوم به صورت دیفالت فایل نیم رو به من داده. اینجا هم ببینید دوستان تمام این دیتیل کلیپ های من اینجا هستش که من یکی از اینها رو میتونم انتخاب کنم. همونجوری که اسم فولدر رو من FPS 25 گذاشتم من میخوام که کلیپ هایی که FPS یا فریم ریت 25 دارن رو درون یک فولدر جدا کنم. فقط از اینجا کافیه که من گزینه شات فریم ریت رو انتخاب کنم. ببینید دوستان این گزینه هستش. ما اینجا یه گزینه دیگه داریم به نام فریمز که فریم ریت این نیستش و برای فریم ریت شات فریم ریت رو باید انتخاب کنیم. اینو من میذارم. ببینید دوستان دو تا گزینه بعدی که بهم میده یکی مورد ایز یا ایز نات هست یا نیست و مورد آخر هم فریم ریت ها رو بهم میده. حالا من اینجا ایز رو انتخاب میکنم و در مورد آخر فریم ریت 25 رو انتخاب میکنم. وقتی که فریم ریت 25 رو میزنم ببینید دوستان تمام کلیپ هایی که فریم ریت 25 رو دارن برای من جدا کرد. حالا دوستان عزیز بیایید این نقش اول رو یکم با هم دیگه دوباره مرور کنیم. گزینه اول من کلیپ دیتیل رو انتخاب میکنم یعنی تمام خصوصیات کلیپ رو برای من بیاره و از خصوصیات کلیپ من فریم ریت رو انتخاب کنه. ببینید شات فریم ریت رو انتخاب کنه و اونهایی که فریم ریت 25 دارن رو برای من جدا کنه و اگر خواستم بگم که اونهایی که فریم ریت 25 رو ندارن جدا کن، خب فقط کافیه که اینجا is not رو بزنم. ببینید دوستان همه کلیپ هایی که درون پوشه من هستش رو آورد و غیر از اون کلیپ هایی که فریم ریت 25 دارن اونها رو جدا کرد نآورد. ولی من اینجا میخوام که کلیپ هایی که فریم ریت 25 رو دارن جدا کنم، پس بنابراین ایز رو انتخاب میکنم و کرییت رو میزنم
و همونطوری که میبینید دوستان عزیز اینجا برای من یک پوشه درست کرد به نام FPS 25 و تمام کلیپ هایی که فریم ریت 25 رو دارند برای من آورد. همونطور که داخل لیست ویو من مشاهده میکنید کلیپ های من شامل رزولوشن های متفاوتی هستند. مثلا مورد اولی که اینجا مشاهده میکنیم دوستان عزیز 2160 در 3840 هستش. این ویدیو با کیفیت 4K هستش. و مورد سوم که میبینید دوستان عزیز 1920 در 1080 هستش. این با کیفیت فول HD هستش. و یک مورد دیگه هم اینجا میبینیم 720 در 1280 هستش که این HD هستش. بنابراین دوستان عزیز من داخل این کلیپ های خودم کلیپ هایی دارم با رزولوشن های مختلف. برای مثال من میخوام پروژه‌ای که میخوام روش کار کنم فقط ویدیوهای 4K باشن. پس بنابراین من یک اسمارت بین دیگه ای درست میکنم. اینجا راست کلیک میکنم و اد اسمارت بین رو میزنم و اسمشو میذارم 4K کلیپس. خب و اینجا نقشه هایی که میخوام برای این اسمارت بینم تعیین کنم به این شکل خواهد بود. در اینجا آل رو انتخاب میکنم و مورد اول رو متاداتا کلیپ دیتیلز رو انتخاب میکنم و مورد دوم رو دوستان عزیز ما در اسمارت بینی که برای فریم ریت درست کردیم از شات فریم ریت استفاده کردیم. اینجا من میخوام از رزولوشن استفاده کنم. فقط کافیه که R رو بزنم و میره روی رزولوشن و اینجا رزولوشن رو هم انتخاب میکنم. و همونطور که میبینید دوستان عزیز اینجا یک مورد دیگه بهم داد. حالا این برای چی هستش؟ من گزینه سوم رو ایز رو انتخاب میکنم و در اینجا میخوام ابعاد ویدیو 4K رو اینجا باید وارد کنم که ویدیو 4K 3840 در 2160 هستش. پس بنابراین اینجا من 3840 در اینجا علامت ضرب در رو میبینیم وسط این دوتا مقدار 2160. ببینید دوستان اینجا به محض اینکه من این نقش رو مشخص کردم تمام ویدیوهایی که این رزولوشن را دارن برای من از پوشی که دارای 70 تا کلیپ بودش رو خیلی راحت برای من جدا کرد. من اینجا کرییت رو میزنم دوستان عزیز و ببینید اینجا رزولوشن هایی که فقط 4K هستن رو به هم داد و همونطوری که اینجا میبینید دوستان عزیز اینها فریم ریت های متفاوتی دارن. دیگه من اینجا فریم ریت رو در این اسمارت بین خودم تعیین نکردم که بگم که اونهایی که رزولوشن 4K هستند و فریم ریت 25 یا 29 را دارن. فقط من رزولوشن رو براش تعریف کردم. حالا دوستان عزیز ما اگه برگردیم دوباره تو پوشه مستر خودم خب ما اینجا یک ویدیوهای دیگه داریم. مثلا این گزینه دوم دوستان عزیز این ویدیو من کیفیت 4K رو داره ولی اینو وارد اسمارت بین من نکرده. یعنی در این اسمارت بین من جز این ویدیوها نیست با اینکه کیفیت 4K رو داره. حالا دوستان عزیز این چرا اتفاق افتاده؟ ببینید اینجا ویدیو دوم من با اینکه کیفیت 4K رو داره ولی حالت عمودی داره دوستان. یعنی 2160 در 3840 هستش. در حالی که من در اسمارت بین خودم نقشی که تعیین کردم 3840 در 2160 بود. پس بنابراین دوستان عزیز من باید این اسمارت بین خودم رو ایدیت کنم یا تغییر بدم که اون کلیپ هایی که 2160 در 3840 هستن رو شامل این اسمارت بین من هم بکن. فقط کافیه که من روی این دوبار کلیک کنم به این شکل و یا روش راست کلیک کنم و گزینه ایدیت رو انتخاب کنم. پنجره اسمارت بین من باز میشه و میتونم مواردی رو تغییر بدم. ببینید دوستان عزیز رول یا نقشی که من برای این اسمارت بینم تعیین کرده بودم به این شکل هستش. حالا من میخوام یک نقش دیگه هم اضافه کنم. فقط کافیه که اینجا به علاوه رو بزنم به این شکل و
مورد اول که هستش متاداتا، کلیپ دیتیلز و رزولوشنشون. تا این سه تا مورد یکی هستن و در این گزینه آخر، دوتا گزینه آخر، به جای 3840 در 2160 من میخوام اینجا وارد کنم 2160 در 3840 به این شکل. حالا دوستان عزیز دقت کنید، من اگر اینجا اوکی رو بزنم هیچ کلیپی برای من نمیاره. مشکل اینجا چی هست؟ چه کار باید بکنم که کلیپ های من رو به درستی نشون بده؟ فقط کافیه که دوباره پنجره رو باز کنم. ببینید دوستان عزیز، من اینجا دو تا نقش تعریف کرده بودم. اونهایی که رزولوشن 3840 در 2160 رو دارن و همچنین رزولوشن 2160 در 3840 رو دارن. یعنی این که کلیپ هایی که وارد اسمارت بین 4K کلیپس میشن باید این دوتا شرط رو داشته باشن، ولی در واقع یک کلیپی نمیتونه که این دوتا رزولوشن رو همزمان داشته باشه. پس بنابراین دوستان عزیز، ما اینجا به جای گزینه آل از گزینه اینی استفاده میکنیم و اوکی رو میزنیم. ببینید دوستان، تمام کلیپ هایی که 4K هستن، چه عمودی و یا افقی هستن، هر دو حالت رو برای من در این اسمارت بین من اضافه کرد. مثلا این ویدیو رو که میبینید حالت افقی داره و این ویدیو هم حالت عمودی داره. پس بنابراین دوستان ما به این شکل میتونیم مواردی به اسمارت بین خودمون اضافه کنیم. حالا برای تمرین بیشتر دوستان عزیز، یک دونه دیگه از اسمارت بین ها رو میخوایم با هم دیگه بسازیم. من میخوام اسمارت بینی بسازم که رزولوشن 4K داشته باشه و همچنین فریم ریت 25 رو داشته باشه. فقط اینجا کافیه که راست کلیک کنم و اسمارت بین رو بزنم و اینجا بنویسم 4K و یه ویرگول بذارم و 25 fps به این شکل. حالا دوستان عزیز، من اینجا آل رو انتخاب میکنم و از این گزینه هم کلیپ دیتیلز رو انتخاب میکنم و مورد بعدی که استفاده میکنم دوستان عزیز از رزولوشن هستش و رزولوشن رو میذارم به اون ایز و مقدارش رو هم، یعنی ابعادش رو اینجا تعریف میکنم، یعنی 3840 در 2160 3840 در 2160 بنشین. حالا دوستان عزیز نگاه کنید، تا اینجا تمام کلیپ هایی که رزولوشن 4K و ابعاد 3840 در 2160 رو دارن برای من آورد و همونطوری که اینجا مشاهده میکنید دوستان، فریم ریت های متفاوتی رو هم آورد، یعنی فریم ریت 25 29 و 23. حالا من اینجا میخوام فقط با ویدیوهایی که فریم ریت 25 دارن کار کنم. من میتونم از اینجا خب یه دونه رول دیگه ای تعریف کنم یا به عبارتی یه دونه نقش دیگه ای تعریف کنم. اینو میزنم و اولین گزینه متاداتا کلیپ دیتیلز رو میذارم بمونه و گزینه دوم رو شات فریم ریت انتخاب میکنم به این شکل و ایز رو میذارم بمونه و گزینه آخر رو 25 رو انتخاب میکنم. ببینید دوستان عزیز، فقط کلیپ هایی که 4K هستن و ابعاد کلیپ های من 3840 در 2160 هستش و فریم ریت اونها 25 هستش رو برای من آورد. حالا دوستان عزیز، یک روش دیگه هم اینجا هستش که من بتونم این نقش دوم رو هم تعریف کنم. حالا من اینو اگر حذف میکنم، هر نقشی که میخواستی حذف کنیم فقط کافیه که علامت منها رو بزنید، اون حذف میشه. به جایی که یک نقش دیگه اینجا تعریف کنم، یک نقش زیر مجموعه تعریف میکنم. فقط کافیه که روی آیکون به علاوه برم و دکمه آلت رو نگه دارم. ببینید دوستان، وقتی که دکمه آلت رو نگه میدارم، علامت به علاوه تبدیل میشه به 3 نقطه. اینو بزنم، در حالی که دکمه آلت رو هم نگه داشتم، یه دونه نقش زیر مجموعه برای این نقش اولیه من تعریف میشه. و از اینجا ببینید دوستان عزیز، هم کلیپ دیتیل رو میذارم بمونه و مورد بعدی رو
شات فریم ریت انتخاب میکنم و ایزر میکنم بذارم بمونه و مورد آخر رو 25 رو انتخاب میکنم. ببینید دوستان بازم به همون شکل برای من کار کرد و کریت رو میزنم و خیلی راحت با تعریف کردن یک اسمارت بین دونستم که این چند تا کلیپ رو از بین 60-70 تا کلیپ جدا کنم. حالا دوستان عزیز ما اینجا میتونیم که این اسمارت بین های خودمون رو درون یک پوشه هم بذاریم. مثلا من اینجا یک راست کلیک میکنم و اد فولدر رو میزنم. اد فولدر رو بزنم میتونم اینجا روش کلیک کنم و اسم خاصی بهش بدم، مثلا پوشه های هوشمند. خب 3 تا پوشه هوشمند من درست کردم به این شکل. خب اینا رو فقط کافیه که از اینجا کلیک کنم بکشم و روی پوشه هوشمند رها کنم به این شکل، همه رو یکی یکی و به این شکل. ببینید دوستان عزیز الان پوشه های هوشمند من درون یک پوشه خاصی قرار گرفتن که من اگر روش کلیک کنم تمام پوشه های هوشمند من رو به هم میده. و مورد بعدی که دوستان عزیز هستش این که یادتون باشه ما در صفحات دیگه داوینچی ریزالو به پوشه‌های هوشمند خودمون دسترسی داریم. مثلا ما در صفحه ایدیت که هنوز صفحات دیگه رو کار نکردیم و در ویدیوهای آینده به طور مفصل بررسی خواهیم کرد. ببینید دوستان در صفحه ایدیت بازم من این پوشه هوشمند خودم رو یعنی اسمارت بین رو دارم و خیلی راحت میتونم باهاش کار کنم. و همچنین در صفحه فیوژن من اگر اینجا میدیا پول رو باز کنم به این شکل و اینو یکم بزرگترش کنم، من باز هم اینجا به پوشه های هوشمند یا اسمارت بین خودم دسترسی دارم. و همچنین در صفحه کالر ببینید دوستان عزیز اینجا من هم مثل صفحات دیگه به پوشه های هوشمند خودم دسترسی دارم. و همچنین در قسمت فیرلایت من به این پوشه های هوشمند دسترسی دارم. تنها جایی که در داوینچی من به پوشه های هوشمند خودم دسترسی ندارم یکی صفحه کات هستش که اینجا من به پوشه های هوشمند دسترسی ندارم و دیگری صفحه دیلیور هستش که برای خروجی گرفتن پروژه ها هستش. اینجا من به پوشه هوشمند خودم دسترسی ندارم. بسیار عالی دوستان عزیز، اینم از پوشه‌های هوشمند در داوینچی ریزالو که با هم دیگه بررسی کردیم. سعی کنید که این اسمارت بین رو تمرین کنید، چند تا بسازید و نقشه‌های متفاوتی بهشون بدید و از معیارهای خاصی استفاده کنید مثل نام، رزولوشن، فریم ریت و از این جور موارد استفاده کنید و اسمارت بین های متفاوتی بسازید تا اینها قشنگ براتون جا بیفته که اسمارت بین به کجا به درد میخوره و چطوری باشون کار کنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه دوستان عزیز و هر کجا که مشکلی داشتید یا یه قسمتی رو متوجه نشدید حتما در کامنت ها عنوان کنید، من به تمام کامنت ها پاسخ خواهم داد. دوستان عزیز لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کانال کداسان رو حتما سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو حتما بزنید تا از ویدیوهای جدید کانال کداسان با خبر بشید. تا روز دیگر، تا جلسه دیگر مراقب خودتون باشید. روزگار به کام. بدرود.